حميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی رد کرده بود بالای او رسومات مزخرفی که خود ایجاد کرده بودند، چیزایی را که الله تبارک و تعالی حلال و طیب پیدا کرده بود از طرف خود وامی گرفتن او را حرام قرار میدادند و از او استفاده صحیح نمی کردند. همچو اوهامات پرستی در بعضی توده های مردم ما وجود داره، خصوصا در بین زنای ترگپا خیلی زیاد است. زنانی که حامله میشن اینطور فکر میکنه که گوشت مرغ برش درست نیست، ای باید نخوره، در اولادش نقص داره و همچنان تخم نمیخوره، میگه دی یک نوع سنگینی است. این کارهای است که از خود یا میکشن، نعوذ بالله، برای مردم میگه که نادرست است. همچنان بعضی اموری که در دین وجود نداره یا از خود اختراع میکنن، این زچه خانه است و این مرده خانه است. این اموری است که در دین وجود نداره، مردم در اونجا رفتن و آمدن و همچنان چیزها را خوردن که الله حرام نکرده، کسی حرام نمیتونه، لیکن باز مردم هم تابع اوهام پرستی های خود هستند. الله تبارک و تعالی سریعت و امور رد کرد و اصل عامل ازیر شیطان معرفی کرد. شیطان امر به بدی ها میکرد و همچنان امر میکرد به که نعوذ بالله مردم در بی‌حیایی قرار بگیره. خصوصا یکی از جمله مسائل خیلی مهمی که شیطان در زیاد تلاش داشت، نسبت کردن چیزایی که الله تبارک و تعالی او را حرام نکرده یا الله نگفته، مردم در موردش سخن میگه. او صورتهای خیلی زیاد داره که در مورد الله دروغ بسته کردن، مثل که عالی مردم ما عقیده داره که اولیاء کرام نازدانه های الله است و الله برای از یا بعضی تصرفات حواله کرده و یا پیش الله تبارک و تعالی خیلی قابل قدر هستند. به هر وجه که باشه الله قانونی خدا میده میکنه، خو دوست خدا خفه یا ولی خدا خفه نمیسازه. یه نمو وهم بزرگ است که مردم ما را مبتلا به این عقیده غلط ساخته که اکثر مردم به الله عاجزی نمیکنه، به رحمانیت الله عقیده نداره، به قبرها رفته و صاحبای قبرها را وسیله قرار میدن. اینمی مسئله است که مردم ما نسبت میکنه به الله تبارک و تعالی ولی دلیل وجود نداره. اینمی را جور کردن بالای الله تبارک و تعالی او سخنایی که یقینا دروغ است. در اینجا الله تبارک و تعالی رسم دیگر خیلی مزخرف رد میکنه، او تقلید از آبا و در اصطلاح امروزی ما که دنیای کفر خیلی را زمزمه میده، رنگ نو هم میده و مردم در فریب هم میندازه، میگه تحفظ یا حفاظت از ارزش های ملی. این از جمله ارزش های ملی و عنعنوی ماست. شما فکرتان بگیره، دنیای کفر استعمار همیشه تلاش داره که به یک عنوان خیلی زیبا و جالب مردم ما را فریب بده. مثلا تجلیل از روز نوروز، ایرا یک روز ملی کشور معرفی میکنه، ایرا رنگ جدا میده. حتی بعضی اوقات میگه ما چیسته یادی از گذشتگان و از ملیت خود میکنیم. این کار عنعنوی ماست. کسانی که با قرآن و حدیث رابطه نداره، خصوصا در دفاتر امیگه پار امیگه برادر یک عنعنی لیسته، چرا این ممنوع باشه؟ مردم خوشی را اظهار میکنه. کسی که پابند دین الله تبارک و تعالی است، دین ما روزهای خوشی را، اوقات خوشی را بر ما معرفی کرده. ما از جان خود اوقات و روزهای خوشی را معرفی کردن نمیتونیم. اصلا بندگی الله تبارک و تعالی همین مفهوم داره که ما به نظام الله تسلیم باشیم، عقل جنگی نمی کنیم. ما دیگر روش ها و مفکوره ها را ترجیح نمیدیم بالای قوانین نظام اسلام. الله تبارک و تعالی در این آیات ها امو حالاتی که مردم زمان جاهلیت از او استدلال می گرفتن او را رد میکنه و این بسیار درس مهم است در زندگی ما و شما. هر کس می تلاش داره. امروز بزرگترین مانع برای حق جویی و حق طلبی همین موضوع است. پدرها و اجدادی ما در ایران رفته، ما سرش افتخار میکنیم، از او خاطر ما به هیچ وجه گپای شما را قبول نداریم. شما خب در ترازوی انصاف طول بکنه، یک کسی از کتاب الله بیان میکنه، آیت قرآن بیان میکنه
و در مقابل آیت قرآن و حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم دلیل راه و رسم آبا و اجداد خدا پیش میکنه که ما پدرای ما امی کار کرده، از او خاطر ما امی کار میکنیم. نظام مقدس اسلام همچو حالات بررسی میکنه، تحلیل میکنه، برای ما چی دستور میده، ما از چی چیزی آبا و اجداد پیروی بکنیم، چی چیز مایه افتخار ماست که ما واقعا از آبا و اجداد خود بگیریم. کدام آبا و اجداد؟ از او خاطر قرآن کریم در اینجا موضوع خیلی مهمه برای ما پیش میکنه. امروز مردم ما اکثریتش فقط و فقط به یک ریش سفید بشی کل قرآن ترجمه که در آخر خاتمه میگه والا باباهای ما اینمی ترکده، ما دیگه قسم نمیتانیم. نعوذ بالله. این سخت اونمو استدلال غیر بیاساس یا پوچه، اونمو زمان جاهلیت است که در او زمانم در مقابل پیغمبران علیهم السلام مردم از این استفاده میکرد و این را برای خود دلیل جور میکرد. امروز هم در مقابل قرآن و حدیث اینمی گپ مردم دلیل جور میکنه و این اونمو امری است که قرآن مذمتش بیان میکنه، الله تبارک و تعالی این را رد میکنه. این بسیار یک استدلال پوچ است، خصوصا که رنگ جدید هم برش میده. ما برادر یک عنعنه ملی ماسته، عنعنه ملی در مقابل دین الله هیچ ارزشی نداره. عنعنه ملی کدام عنعنه ملی؟ بری تو کدام ارج داده؟ بری تو کدام ترقی و سعادت و نیکبختی را کمایی کرده؟ یعنی که تو را کمرشکن ساخته. یک مردم بگوید که ما توی حتما در هتل میکنیم، چرا؟ عنعنه ماسته. کمری تمیده کرده، تو را در بدر کرده، تو را حتی مانع شده که ازدواج کرده بتانی. چرا اینطور در هر امری که مردم باباهای ما انجام داده ما برویم؟ نه. قرآن کریم این موضوع را خوب واضح می سازه. روز به روز دنیا در حالت پیشرفت است. تکنولوژی جدید ببینه. روزی بود گروپ وجود نداشت، در اون زمان شیطان چراغ بود، در بوتلای رنگ واره تیلی شرشمه منداختن که تیلی چی میگیم سیاه برش میگیم. در اونجا امو پلتی امو چی چراغ هم خودی ما از پخته جور میکردیم. بسیار دودام میداد، بویام میداد، گاهی چپه میشد، فرشا را میسوختند. اما امروز مردم هیچ ضرورتی در دادن وی گپا نیست. بٹن میزنه دنیا یک دم روشن است، مثل که در بیرون در آفتاب نشسته باشی. چقدر پیشرفت شده. آیا در علوم، در درک مسائل و حقیقت مسائل پیشرفت نشده؟ استعدادهای انسان روز به روز شکوفایی پیدا میکنه، روز به روز انکشاف پیدا میکنه. مردم دسترسی جدید به دست میاره، مردم کامیاب میشه. در دین روز یک کتاب پیدا نمیشد. ما استادای خود دیدیم که کتاب نوشته کرده، قلمی نوشته کرده، شرح وقایع را خوانده، شرح وقایع را کتابچه جور کرده. هر روز که مو درس خوانده، مو درس در کتابچه نوت گرفته، از دستی که کتاب وجود نداشت. امروز جهان مکمل کتابا را در یک DVD و CD بر جمع میکنه، در پیش روی در کامپیوتر کلیک میکنی، یک موضوع را در آن واحد، اگر یک کلمه در 1,000,000 جای آمده، در آن واحد امو کلمه را برات میکشه. چقدر پیشرفت صورت گرفته. ما از امو خاطر الله تبارک و تعالی در اینجا رد بالای تقلید کورکورانه میکنه. تقلید کورکورانه این امیره میگه که بس پدرها کرده، آباها کرده، اجدادا کرده، ما میکنیم. او برادر چرا میکنیم؟ چی مفادی داره؟ چی سعادت و نیکبختی بر ما داده که ما از او پیره؟ آیا امی کاری را که انجام داده کدام مردم و ملت است؟ چه قسم حیثیت داشت؟ در جمله آبا و اجداد، خب بسیار آبا و اجداد ما داریم. امروز بسیار سخت مسئله است. در بابا و اجداد ما پیغمبر علیه السلام تیر شده. کسی که وحی از جانب الله میشه، قدمش، حرکتش، گفتارش هیچ خطایی نداره. و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، معصوم است. در بابا و اجداد ما ابراهیم خلیل الله تیر شده که الله میگه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره من الصالحین. شخصیتی که هم در دنیا امتحان بزرگ داده کامیاب شده و الله تمجیدش میکنه. شخصیتی که نه تنها در دنیا، در آخرت هم الله او را از جمله صالحا گشته. خالی ما پیروی کدام جد و کدام بابا را بکنیم؟ آیا بابی که مثل ابراهیم خیلی الله واری باشه که الله تایید کرده، یا بابایی که مثل پیغمبر علیه السلام که از نفس ما کدم خیلی مهربان بالای ما؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر از نفس ما کدم برای ما خیلی مهربان است. ولی کدام پدر ما پیروی کنیم؟ یا پدری که چوپانی کرده، یا پدری که خود نعوذ بالله در چرس و بنگ و دزدی و قمار زندگی را سپری کرده، کدامش پیروی کنیم؟
تعصف است در اینجا. امروز ملت مسلمان و معاشره مسلمان خب دقیق زیر نظر بگیره، این حالت ها را میبینه. در مقابل آیات قرآن میگه گپ میزنه، میگه بابا و اجداد ما این کار کرده. قرآن میگه و اذا قیل لهم اتبعوا، مزامت یعنی مردم بیان میکنه. پیغمبر علیه السلام دعوت میده. چی دعوت میده؟ ببینه چقدر مهم گپ است. و اذا قیل لهم، وقتی که براشان گفته میشه اتبعوا، تابعداری کنی، در نقش و قدم بروی پشت سر ما از آن چیزی که انزل الله، الله نازل کرده، نظامی را که الله وضع کرده، حکمی را که الله روان کرده. الله خالق جهان، کسی که مصالح کل امور میدانه، علم غیب داره، همه مصلحت های انسان الله در نظر گرفته، او یک حکم روان کرده، برش میگی بیا تابعداری از او را بکنیم. خب گوش داره بگیری که مزمتی گپ چقدر زیاد است که یک انسان در مقابل ما انزل الله چی جواب میگه. قالو، یا میگوین بل نتبع، ما خو پیروی میکنیم، روان میشیم ما از او قانون یا از او عنعنه الفینا که یافتیم علیه، بالای اونمو عنعنه، اونمو رواج، آباءنا، پدرای خدا. بس پدرای ما میکاره کرد. ببینه یک طرف ما انزل الله دعوت است با آن چیزی که الله فرستاده. گپی من نیست، سخنی من نیست، خیر است، گپی مرا نپذیر. ما ادعا ندارم که از تو برتر هستم و گپی مرا بپذیر، گپی خود سری تو تحمیل کنم. نه، بیا به سوی آن چیزی که الله متعال فرستاده، خالق کل جهان، مربی کل جهان، که قانونش سر کل. اگه خودم اعتراف داری، امروز مسلمان میگه من بنده الله هستم. بندگی الله چی مفهوم داره؟ که هر حکمی که از جانب الله آمده بدون چون و چرا به سر و چشم اطاعت کردن از او و پیروی کردن از او. خیر بندگی چی مفهوم داره؟ امروز اینمی قرآن دعوت میدی مردم، امی مردم پس امی گپ برات میگن نه چیزی که بابا و اجداد ما کرده. من گله از عوام ندارم، یقینا عوام بیچاره این قدر درک هم نداره، این قدر در تلاشی گپام نیست که فرق بتونه کدام امر سبب سعادت و نیکبختی است و کدام سبب بدبختی است. این را درک کرده نمیتونه. هر کس دمو شق خود تلاش میکنه چیزی مهارت حاصل بکنه. اما گله از علماست. شما باور به الله بکنید، شما علمایی داری که امروز در سر منبر به مردمی توصیه را میکنه که ای مردم، کسان پیدا شده کلا سفیدکا از پاکستان آمده گپا میزنه، از قرآن و حدیث گپ میزنه. خودش هم میگه که از قرآن و حدیث گپ میزنه. خوش کنه که شما را گمراه میسازه، رای بابا و اجداد و پدرایتان اعلان نکنه. شما خب این را سنجش کنی، وزن کنی، آیت قرآن یک دفعه در پیش رو بگذاره و بعد از او این سخنای این علما و ملاهایتان یک دفعه طول کنی. ولی بعد از او باستم خودت طول کن که او خود برات میگه با زبان خود که کسایی آمده که از قرآن و حدیث گپ میزنه. گپ شما از قرآن و حدیث است. خوش کنی که شما را گمراه میسازه. من براتون توصیه میکنم که رای امو عقیده که بابا و اجدادتان، امو رایی که بابا و اجدادتان داشت او را اعلان نکنه. شما خب سنجش بکنید کجا هوشی ما رفته، کجا عقل ما رفته، کجا فکر ما رفته. آخر ما خود دیوانه نیستیم. یقینا تقلید امی چیز را میگه. ای قلاده را گردن بند در دست کسی دیگه بده، برش بگو که هر طرف مرا کش میکنی روان هستم قطت. اگر در چا مرا کش میکنی، اگر در هر طرف کش میکنی. اینی را تقلید میگه. تقلید بگوید سر ریسمان در دست دیگه کس بده، در گردن خود پرتو و برش بگو که من روان هستم پشت سرت، هر طرف که مرا کش کرده رویستی. همین معنای تقلید است. کتابای لغت هم ببینید. تقلید قلاده انداختن در گردن حیوان میگه، گردن بند انداختن در گردن حیوان. تقلید به خاطر تقلید میکنه که مقلد کسی که تقلید میکنه از مقلد، اما مقلد میگه که هر طرف مرا کش میکنی، خشک و تری تو را ما میپذیرم، قولت بسر و چشم میپذیرم، خب بلا دلیل، هیچ دلیل وجود نداره. این معنی اصطلاحیش است. تقلید چی میگه؟ قبول قول غیر بلا دلیل. به دلیل قول غیر بپذیر، خلاص هر طرف که تو را کش میکنه برو. اینی را میگه تقلید. و قرآن مزمتی از این را بیان میکنه. یک آیت نیست، در چندین آیت ها الله تبارک و تعالی سری موضوع رد کرده. چرا؟ این استدلال مشرکین زمان جاهلیت بود در مقابل پیغمبر علیه السلام. امروز تو مسلمان دعوای بندگی الله را داری، دعوای از این را داری که من عقیده به کتاب الله دارم، به او تسلیم هستم، اما کتاب الله برای تو دعوت میده، خود تو نمیپذیری. ببینید دیگه آلی کدام طرف روان شویم، کدام طرف بریم، از کی گله بکنیم. عوام ما را بگذار. ملا صاحب در سر منبر میگه، یک ملا صاحب گفته بود در سر منبر، او مردم فکرتان باشه
که کسای جدید پیدا شده داد از قرآن و حدیث. شماقتش دلیل هم گفتن نمیتونه، بسیار مهارت در قرآن و حدیث داره و دلیل گفتن نمیتونه. همین مجردی که کلمه توحید در زبان گفت قطی دانگ بزنیشه، قطی چوب قطتان باشه، دیگر را نداره. کلمه توحید که در زبان گفت. شما باور به الله بکنه، شاگرد امو مولایی را در پیش ما درس میخوان، ما گفتم تو موحد هستی؟ میگه نه 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 نه. بیچاره وقتی که از پاکستان برام خط روان کرد که مولوی سے بسیار سخت ما چی شده بودم، ما چرا اینطور بودم، چرا اینطور میگفتم؟ تو بی استازش برای ای تلقین داده بود که کلمه توحید در خود نسبت نده، خدا موحد نگو. چرا یه شعار او مردمی هستن که وا دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. امروز همینطور است. از توحید چقدر مردم بد میبره. در کدام مجلسی که گپ توحید برای یا شور میخوره یا اونجا حرکت میکنه. ما خو الحمدلله اگر مجلسی دستاربندی است، اگر هر مجلس باشه یک شینگ در توحید میارم، در عقیده باز سعی میکنی که امی مزخرفین و مبتدعین که مجرد گپ توحید شروع شوه شور ماشور غال مغال میکنه. کسی شاید باشه حاجی صاحب غلام حضرت همینجا است، شیخ صاحب عبدالکریم خواسته در استالف رفته بودیم، دستاربندی حفاظ بود، موضوع را بردم در توحید. شما باور بر الله بکنید مولایی صدا کرد، برش بگو بس کو بس کو بس کو، همی گپا را میزنه. گپی توحید سرشان قطعا خوب نمیخوره. چرا؟ یا خود او دخیل هستن، خود او داخل هستن، غرق هستن و توحید خوش نداره، الله پرستی را خوش نداره. خلاص تو دعوت برای الله بده ای را خوش نداره، دعوت به سوی قبره بده تو را خوش داره. خب چرا؟ کدام دعوت هستی؟ قرآن کریم برای ما میگه وقتی برایشان گفته میشد به با ما انزل الله، آن چیزی را که الله نازل کرده. امروز به می مردم میگیم به آن چیزی که قرآن بیان میکنه. ما انزل الله چند چیز است؟ بگوید دو چیز است، یکی کتاب الله و یکی سنت رسول الله صلی الله علیه و ما انزل الله داخل است. چرا سنت رسول الله تشریح کیست؟ بگوید قرآن است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خود قرآن میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر تشریح قرآن میکنه. پس ما انزل الله کتاب الله و سنت رسول الله است. ما دعوت ما نمیسته و مردم بیه پشت آرا و نظریات احمد و محمود نگردیم که حالا فقط احمد اینمی چیزا گفته ولو که در حدیث آمده ما قبول ندارم. از این خاطر علما بعد از اینکه تقلید تشریح میکنه تقسیم میکنه تقلید، یکی به محمود و یکی به مذموم. تقلید محمود کدام است؟ تقلید محمود و نموسته یک عامی چیزا نمیفهمه، میره در پیش عالم از او سوال میکنه و گپی که او برش میگه او را قبول داره. چرا قبول داره؟ همین چرا قبول داره؟ بچه کاکایش است؟ بچه مامایش است؟ به این خاطر که پیسه دار است؟ به این خاطر که صاحب منصب است؟ به کدام لحاظ گپی همی آدم میگیره؟ بگوی شما. به خاطر که آدم به قرآن و حدیث مهارت داره و سخن از قرآن و حدیث برام میگه. خود زمانی که گپی امی آدم معلوم شد که خلاف قرآن و حدیث است، آلی او گپ میپذیره یا ترک میکنه؟ ترک میکنه. این اینجاست. تو در مجردی که رفتی از او سوال کردی و سوال از او را جواب از او را تو قبول کردی، روان شدی به مورا، اینی را بنامی اگر با اصطلاح تقلید مینامی تقلید برش بگو، وگرنه اتباع است. چرا ای آدم تابعداری از او را از نگاه دلیل کرده یا بی دلیل کرده؟ او از این خاطر کرده که ملا صاحب است قرآن و حدیث خوانده، به دلیل شریعت مرا اینی امر کرده، به دلیل شریعت امر کرده، ما باید این امر بپذیرم عمل سرش بکنم. خود زمانی که معلوم شد برش که امین مرا از دلیل سخن نگفته، حالی قابل اتباع است، در راه از او روان شوه نشوه. ببینه این خیلی فرق واضح است. یکی تقلید است یکی اتباع. اتباع پیروی از کسی، در نقش و قدم کسی رفتن بنابر چی؟ دلیل. او تقلید چی را میگه؟ اتباع یا پیروی و عمل کردن کسی بگوی بلا دلیل. ابن همام شارح هدایه صاحب فتح القدیر رحمه الله او امیر میگه که تقلید عبارت از عمل کردن به قول کسی است که او دلیل، قول از او دلیل بالای تو نیست، حجت بالای تو نیست. قول از او حجت بالای تو نیست او تو تابعداری از او را میکنی. قول کسی که حجت باشه از او پیروی کردن او را تقلید گفته نمیشه، او را اتباع گفته میشه. از قرآن حدیث پیروی کردن، از قول صحابی پیروی کردن، قاضی حکم کردن به دو دانه شاهد، این قولش حجت است. چرا؟ شریعت گفته که 2 نفر شاهدی بده او شهادتش چی است؟ مقبول است. اینا
میگه پیروی کردن، عمل کردن به قول کسی که قولش حجت نباشه. تو از قول از پیروی بکنی، به قول از عمل بکنی، اینی را به نام تقلید یاد میکنه. و اینمی عمل کردن در جواز و عدم جواز، در حلال و در حرام باشه. این بسیار تعریف جامع و مانع است که صاحب فتح القدیر کرده. اینطور نیست که شما در مذاهب علمایشان فقط همینطور، کسی ثابت نمیتونه از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که گفته باشه در هر قول ما شما تابعداری مرا بکنی. به صراحتا قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که با کسی جایز نیست که با قول ما فتوا بده تا وقتی که معلوم نکنه که از کدام جای ما گرفته امامی قوله. بیا ولی تو بگو که حنفی توستی یا مستم، در مذهب تو داخل استی یا ما داخل استم، در مذهب تو داخل نیستی. ام قرآن و حدیث ترک کردی، برش پشت دور دادی، نعوذ بالله. و ام سخن امامی تا که تو برش میگی من تقلیدش میکنم، ام سخنم نمیپذیری. چرا امام ابو حنیفه رحمت الله نمیگه اذا صح حدیث فهو مذهبی؟ حدیثی صحیح اگر ثابت شود اون مذهب ماست، اون رای ماست. کسی ثابت بکنه که یک امام مردم گفته باشه که پشتی سری ما بیایه، هر چیزی که من میگم شما بیایه. نه، میگه تا وقتی که سخن ما در مقابل قرآن و حدیث در تضاد واقع شد، سخن ما را در کجا بزنه؟ در دیوال بزنه. خیر بس دین خوی نمیره. میگه بی به کتاب الله و سنت رسول الله رجوع کنیم، یک اختلاف باقی نمیمانه. با الله قسم دست اینجا میگیریم یا در زیر ناف بگیریم. ما تو امروز فیصله نمیتونیم که این حدیث قوی است یا این حدیث قوی است. این فیصله در روز زمان شده. محدثین امو زمان روایت تحلیل میکنه، بعد از فیصله میکنه که کدام روایت قوی است. بریم دیگه به انصاف تو را به الله قسم عالم هم هستی. کتابای حدیثه خب همینطور بدون تعصب کلش مطالعه بکن که کدام حدیث قوی است. رفع الیدین قوی است یا ترک رفع الیدین. با وصف کی مسائل هست که نماز میشه اگر کسی رفع الیدین میکنه، اگر گپ در سر افضل و عدم افضل است. دست اینجا بسته میکنی یا اینجا بسته میکنی، امین بزرگ میگی بگو یا خفیه میگی. این مسائلی است که در نماز کسی خلل نمیه، اما کسی که پشت افضل میگرده یقینا انصاف داره. ما به خاطری در اینجا دست نمیگیرم که قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مورد نیست. قول محمد رسول الله خود این مورد است. قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست، قول محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قول محمد رسول الله تو مامور استی از جانب الله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب گاهی در یک جای نگفته که اطیعوا چیست ابا حنیفه، در کدام جای ثابت کرده میتونی؟ در کجا گفته؟ مردم باز میگه مولوی صاحب دمی مذهب چسبیده در بدر کرده ما را. نکاح شافعی را با حنفی امی علما نگفته حرام، نماز در پشت یکی دیگهش نمیخوانه. تا امروز امی موضوع نیست، امی افتراق نیست. برو در کتابای نعوذ بالله لعن به امام شافعی رحمت الله علیه وجود نیست. امی را نوشته نکرده که میگه پیغمبر فرموده که در امت ما کسی پیدا میشه که نامش محمد ابن ادریس است، او از اولاد ابلیس است نعوذ بالله. خب بگو در اینطور شخصیت ها تو بنابر تعصب مذهبی اینطور خرافات و اینطور نعوذ بالله طعن و لعن میگی، این کدام دین است؟ این کدام است؟ دیگهش باز هنوز نقلام میکنه، میگه امام شافعی رحمت الله علیه در پالوی قبری امام ابو حنیفه آمد، باز چیست اینجا چی کرد؟ نماز خواند. باز در نماز خود امی دعای قنوت در چی نخواند؟ در بعد از رکوع، قبل از رکوع خواند. به خاطر چی؟ که مسلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعای قنوت قبل از رکوع بود او مسلک از او بعد از رکوع بود. یک امام بزرگ دین در پالوی قبر کسی نماز میخونه؟ در هر جای نماز صحیح است، خود در جای نماز صحیح نیست بنابر حدیث. یکی در مقبره نماز صحیح نیست، در پالوی قبر، و یکم در حمام نیست. این حدیث های صحیح است. او کسی که در پالوی قبر نماز میخونه پیغمبر برش لعنت گفته. چطور شده میتونه یک امام بزرگ بیا با در پالوی قبر امام بزرگ دیگه چی بکنه؟ نماز بخونه. چرا خودسازی و روایت های خود ساخته و پرداختی تونه برای فضیلت بیان میکنه؟ چرا اینطور کار میکنی؟ نه، اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قابل قدر و عظمت است، به خاطری است که عرق ریزی در کشیدن مسائل از حدیث و قرآن کرده، عرق ریزی کرده، مسائل کشیده، از دو خاطر قابل قدر و قیمت است. امی عمل اگر امام شافعی کرده قابل قدر نیست؟ اگر امی عمل اوزاعی کرده، ثوری کرده، اگر این عمل احمد ابن حنبل و امام مالک کرده، اگر این عمل هر کسی دیگر مثل امام بخاری کرده، محدثین کرام تابع کدام مذهب نبود؟ یک کشام تابع کدام مذهب نیست.
اگر وا همین قدر استنباط میکنه مسائل باب میگذاره. امام بخاری رحمت الله علیه عجیب یک استنباط از یک حدیث در کتاب شما میبینی 30 مرتبه آمده، در 30 مرتبه 30 مسئله را پیش استنباط کرده، باب برش وضع کرده گذاشته. چقدر فقاهت است، زیرکی است. تو حالی او را قدر نمیکنی، او را عزت نمیکنی. مشکلی نمیجاست که پیش ما باز میگیم 4 مذهب قبول داریم، خو یکی دیگه شه در عمر هم عمل سرش نمیکنیم. چرا کدام دلیل داری که تو همیشه به قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل بکو، به قول امام شافعی نکو، به قول امام مالک نکو، به قول احمد بن حنبل نکو؟ کدام دلیل داری؟ بگو برام. حالی اگر انصاف باشه خو دفع الیدین تو نمی قرائت خلف الامام نمیکنی، سوره فاتحه را پشت امام حتی در نمازهای خفیه نمیگی. چرا؟ امام ابو حنیفه گفته. خو امام ابو حنیفه گفته، 3 امام دیگه گفته که خونده شوه. تو از یکی را قبول داری، از 3 را نداری. من از ما که امام ابو حنیفه خوب میفهمید. یک عالم جید امی وطنیتان در مردم گفته که مولوی سے متوکل است، امام ابو حنیفه کدام مولوی زیاد خود بالا میتراشه. ما خوب میفهم، مولوی متوکل خوب میفهمه یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ما ادعا نکردیم که نعوذ بالله علم ما از امام ابو حنیفه بلند است. خو از تو سوال دارم، از تو عالم که خیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب میفهمید یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل؟ برو گپ د سری فهمیدن که هست بیا که در معیار ثابت بکنیم که کدامش خوب میفهمید. 1 نفر خوب میفهمه یا 100 نفر خوب میفهمه؟ 100 نفری که زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که پیش از تو سوال میکنم، امام ابو حنیفه خوب میفهمه یا صحابی جلیل القدر ابن عمر رضی الله عنهما یا عمر یا ابوبکر یا عثمان؟ گپ دی اگر باشه خب باز دیگه ضرورت به این نیست. اول در ردیف اول میریم در زمان پیغمبر که کی خوب میفهمه.